جالب اینجا هست که شما این نکته رو یعنی بدونید که شیعه، راویان شیعه از بس که هر یکی تو خونه خودش میرفتن جعل حدیث میکردن، روایات متضادی رو از یک طرف یک گروه اومدن روایات رو از این قبیل جعل کردن و افراد دیگر اومدن و روایات رو جعل کردن به این مفهوم اونم نسبت دادن به ائمه خودشون، امام باقر و بقیه کسان که رسول الله صلی الله علیه و آله هر لحظه شماری میکرد برای ابلاغ ولایت حضرت علی رضی الله تعالی عنه. از یک طرف این ده ها روایت میگه که رسول الله خیلی میترسیدن، خدا میگفت که بگو، میگفت که نه قومم میترسن، من تازه مسلمانن، برمیگردن و چه میگن پسر عموش آورده. در روایت دیگر اومده که رسول الله صلی الله علیه و آله هی میخواست و میگه خدا اجازه بده که من ولایت علی رو اعلام بکنم. خدا میفرمودند که صبر کن، هنوز وقتش نرسیده. یکی از این روایت رو من خدمت شما من بیان بکنم. این در جلد 36 این کتاب هست، کتاب بهار الانوار، کتابی که میگفت میترسه پیامبر. بله در جلد قبلیش هست همین کتاب بهار الانوار. بله همین کتاب، بله جلد 36 این باب و شماره صفحه 105. و این روایت هم از روایت عیاشی هست، عن جابر عن ابی جعفر، از جابر و ابی جعفر اینو در واقع روایت کرده. قال این صفحه قال سألت عن تفسیر هذه الآیه، من سوال کردم امام باقر رو از تفسیر این آیه که این آیه تفسیرش چی میشه. این آیه این هست که ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بین ذلك سبیلا. من سوال کردم که امام بله این آیه تفسیرش چی هست، معنیش چی هست. قال لا تجهر بولایت علی، مبادا ولایت علی رو بیان بکنیم، آشکار بکنیم. لا تجهر به ولایت علی، ولایت علی رو بیان نکن. یعنی این که رسول الله صلی الله علیه و آله میخواد بیان بکنه، خداوند متعال بهش میگه که نه، حق نداری که بیان بکنی. فهو الصلاه، صلات نماز یعنی همین ولایت علی. ولا بما اکرمتک به حتی امرک، تا زمانی که من نگفتم اینو اعلام نکن. نه از ولایت علی دم بزن و نه از اون چیزی که من به شما در واقع این کرامت بخشیدم و این جایگاه رو شما دادم. و ذلك قولوا ولا تجهر بصلاتک، این معنی این است که ولا تجهر بصلاتک یعنی امامت علی رو تا زمانی که من نگفتم اعلامش نکن. و اما قوله ولا تخافت بها فانه یقول ولا تکتم ذلك علیا، این که ولا تخافت بها اینو آهسته هم نگو، معنیش این است که از علی اینو پنهان دیگه نکن، اجازه نداری به بقیه بگی، اما از خود علی رضی الله تعالی اینو کتمان نکن. یقولو اعلمه ما اکرمته به، یعنی ای خود ای رسول من به علی بگو که چه جایگاهی رو من بهش عنایت کردم و دادم. فاما قوله، اما این قول و تفسیر این آیه که میگه که وابتغ بین ذلک سبیلا، یقول بله این است که تسالونی ان آذن لک، ای پیامبر هی شما داری همواره از من سوال میکنی که اجازه بدم لک، ان آذن لک ان تجهر بامر علی بولایتی، هی داری از من سوال میکنی که من بهت اجازه بدم که و امر علی رضی الله تعالی عنه را آشکار بکنی. فاذن له باظهار ذلك یوم غدیر خم، تازه در روز غدیر خم خداوند متعال اجازه داد که این مطلب رو بیان بکنه. قبل از غدیر خم هر چیزی که هر رسول الله ادعا میکرد و تقاضا میکرد، اصرار میکرد که یار ای پروردگار اجازه بده که ولایت علی رو بگم، الله متعال میگه نه، تا زمانی که من اجازه ندادم، تا زمانی که من امر نکردم به کسی نگو، تا خود علی رضی الله تعالی عنه بهش اطلاع بده. تا زمانی که روز غدیر رسید، روز غدیر خداوند متعال بهش اجازه داد و رسول الله هم نهایتا فرمودند اللهم من کنت مولا فعلی مولا، کسی که من مولاش هستم علی هم مولایش باشه. خب ما کدوم یکی رو قبول بکنیم؟ در واقع سوگند به عباس رو، ابوالفضل رو ما قبول بکنیم یا این دم خروس رو که بیرون زده؟ این قیمت گرون شدن مرغ قبول کنیم. در واقع دیگه هر دو مورد این واقعا این تمام آشفتگی شیعه رو میرسونه در امر اثبات چی؟ نه در امر اثبات فرض کنیم یکی از احکام وضو باشه، احکام نمیدونم خمس باشه، احکام چیزی دیگر باشه. در امر اثبات امامت و ولایت مهمترین امری که رسول الله باید ابلاغش میکرد، یک چیزی در حد خود نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم. متاسفانه این آشفتگی بسیار زیاد در روایات شیعه وجود داره.